بدون اراده الله چیز نمیشه الا انشاءالله. این بسیار عقیده مهم است. اینا لمی کافرها را میبینین یک اراده میکند و یمکرون و یمکر الله، الله دیگه اراده کرده، یام تدبیر استراتژی جور کرده الله بزدش. والله خیر الماکرین، با تدبیر الله با بالای همه تدبیر هاست. چیزی که الله اراده کنه همون میشه، چیزی کافر اراده کنه نمیشه. ولی یقین کنین بعضی عقیده شق خرابه، میگه نمیاد چیزی که اراده کنه همون میشه. نه توبه. چی میگی؟ میگه کل گپا فیصله شده، بسیار پلانای کلان گرفته شد، اعلان شد. حالا خب اعلان شد، یا عملی کردنش چطور است؟ عملی کردنش، عملی شدنش پیش الله میشه نمیشه. اگر الله خواست میشه، نخواست نه. اینی ایمان بیار. اگر ما این عقیده را داشته باشیم، کافر که پلان گرفت میگه و ما کید الکافرین الا فی ضلال، این گمراهی است، الله بربادش میکنه میره. این عقیده را داشت هیچ شکست نمیخوری. نه روحی شکست ناپذیر است از کافر، یعنی در برابر کافر الله وعده کرده دائم شکست نیست. و تلک الایام نداولها بین، این طور است که 1 سال 10 سال 100 سال مثلا، ولی دائم کافر نه، دائم کافر الله حاکمیت نمیده. در اسلام هم که ببینین مسلمان ها 13 سال 13 سال 13 قرن در دنیا حاکمیت کرد، ولی 100 سال از دیگه کافر یا این انشاءالله به زوال است. نه انشاءالله العزیز به اذن الله روز به روز وضعشان خراب شده رئیس، ولی ما را الله امتحان میکنه. میگه که امتحان میکنیم. حسب الناس و یترک و یقول آمنا و هم لا یفتنون، آیا انسان ها گمان میکنن که ترک شوند این که گفتن ایمان آوردیم امتحان نشن؟ امتحان توسط کی میشه؟ این کافر. ولقد فتن الذین من قبلهم، بدون شک ما امتحان کردیم امتای سابقه را. یعنی میگه شما خفه نشین، شما را هم امتحان میکنیم. فلا یعلمن الله الذین صدقوا ولا یعلمن الله الکاذبین، الله میخواد اشکارا کنه صادقین دروغگویا را. کسایی که وعده میکنن که تو میکنیم و تو نه، یارو میبینه که امتحانش میکنه. واقعا امتحان الله دیگه، الله توفیق بده. در امتحان الله کامیاب شدن به توفیق الله، به اراده الله نمیشه. بسیار کسای ما شما میگفت که اگه ایتو شو ایتو میکنیم، الله همون تو روز آورد. میگفت اگه ایتو یک روز بیا ایتو میکنیم. نه حال امروز آمده قرار خواه است. نه بلاوای خدا خورده رئیس. دیگه ایام به اراده الله است. هیچ وقت انسان نگوی ایتو میکنیم، یا الله توفیق الله. اینی عقیده بسیار مهم است. عاجز هستیم ما، قوت نداریم، زور نداریم، توانایی